خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. نظام مالی و اقتصادی اسلام. اول دوستای عزیز، بعد از حمد و ثنا و صفت به الله سبحانه و تعالی و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، می‌بینیم مسئله موضوعاتی که در اقتصاد مطرح میشه کدام مسائل است. اول وقتی که ما در مسائل اقتصاد و در مسائل مالی گپ میزنیم، احکامی هست که در قرآن و سنت مربوط به اعتقاد میشه و این موضوعات نظام اقتصادی اینمی هست که موضوعات نظام اقتصادی اسلام تشکیل میده که انسان مسلمان مکلفیت داره که از نگاه اعتقادی به احکام تشریع الهی، احکامی که الله سبحانه و تعالی در مورد مال و در مورد اقتصاد بیان کرده، به این آیات و به این احادیث ایمان داشته باشه و اگر کسی از هر آیت ازی انکار میکنه این به کفر میرسه. اینی را نظام اقتصادی اسلام میگن که احکامی هست که مربوط به مال هست. از کجا مال پیدا میکنیم، مال چه قسم حفظ میکنیم، مال چه قسم در کار میبردیم و چه قسم مال مصرف میکنیم. عایدات ما، انکم و ای که حفظ میکنیم و ای که این مال خود مثلا مصرف میکنیم، اوتپوت میگن. اینی احکامی که در اینجا هست این مربوط میشه به نظام اقتصادی اسلام که آیاتی در این راستا است و احادیثی هست که ما مکلفیت داریم که مطابق از این آیات و احکامی که برای ما داده شده من حیث یک مسلمان زندگی بکنیم. دو مسئله علم اقتصاد است. علم اقتصاد است که او روش اقتصادی افراد و جوامع، یعنی اونا میگن که خود علم اقتصاد چی است که امو روش اقتصادی افراد و جوامع بشری هست، مثل تولیدات، استهلاک، ذخیره، تبادل ممتلکات و دیگه خدمات. برای هدفش چی است که امو ضرورت‌های اقتصادی انسان رفع شود. اینه در چی میخوان؟ اینه در به نام علم اقتصاد در پوهنتون‌ها در جاها تدریس میشه. به این حساب نظام اقتصادی اسلام یا احکام اقتصادی اسلام با علم اقتصاد فرق میکنه. نظام اقتصادی اسلام مجموعه از احکام الهی هست که در آیات قرآن و احادیث در مسائل مالی و اقتصادی بیان شده. اما علم اقتصاد که است او علمی هست که مثلا علما در این راستا مثلا کتاب‌های نوشته کردن که تولیدات چه قسم باید باشه، مثلا تولیدات چه قسم رشد بدیم، استهلاک چه قسم باشه، تولید به مقابل استهلاک، مثلا تولیدات چقدر باید باشه، مستهلکین ببینیم. اینی مثلا این مال چه قسم ذخیره بکنیم، چه قسم ذخایر برای جور بکنیم، چه قسم مثلا سردخانه ها برای ساخته شود. این مسائل هست که مربوط میشه به علم اقتصاد. از این خاطر علم اقتصاد با نظام اقتصادی فرق میکنه. متوجه هستین؟ مثلا ما در بخش های زراعت، در اقتصاد بخش زراعت داریم، بخش صنایع مثلا دستی داریم، صنایع مثلا تکنیکی داریم، صنعت های مختلف هستن که در اینجا چی میشه؟ در مربوط به علم اقتصاد میشه. ایناله اگر مثلا ما شما میگیم که علم اقتصاد بحث میکنه، میگه بله مسائل اقتصادی که به این مسائل تعلق علم اقتصاد تعلق میگیره، این مربوط است که الله متعال برای ما و شما اختیار داده که در این راستا مطابق علم خود، مطابق عقل خود، مطابق معلومات خود، مطابق از این کار بکنیم. بنابراین اگر یک کسی علم اقتصاد میخوانه او نمیشه که باز بخیزه منکر شود از نظام اقتصادی اسلامی، یعنی کاملا منکر شدن. ما نمیگیم که کل چیز مثلا در آیات قرآن است، بلکه قرآن عظیم شان اساس اقتصاد برای ما شما بیان کرده. اما مسائل دیگه که بیان کرده که مربوط به ایمانیات میشه. مثلا ما یک مسلمان وقتی که در اقتصاد کار میکنه، خب ما وقتی که در اقتصاد کار میکنم اگر یک فابریکه میخوایم بسازم، این فابریکه ما چند بخش داره. اول این فابریکه را مطابق نظام اقتصادی اسلام، چون من مسلمان هستم، کوشش میکنم فابریکه شراب نباشه، فابریکه چیزهایی که در اسلام حرام است، مسکرات، چیزهای نشاوری گپا نباشه. به خاطر از اینکه من رئیس مسلمان مکلفیتم است که از چیزهای حرام، پس من فابریکه چیزی که
نوشیدنش و خوردنش حرام است، من این فابریکه رو ساخته نمیتونم. این از نگاه اعتقادی من هست. خب این حال از نگاه علم اقتصاد که من این فابریکه رو چه قسم باید بسازم، چند تا ماشین داشته باشه و این ماشین‌های هزینه مثلا از کجا وارد شوه و این ماشینا رو به چه شکل وارد بکنم و برای چقدر سرمایه گذاری بکنم، مربوط میشه به علم اقتصاد. و این موادی که میشه مثلا من چقدر تولید بکنم، چقدر مستهلکی نیست، این تعلق میگیره به علمایی که مربوط به علم اقتصاد هستن. پس من در فابریکه خود یک مشاور اسلامی دارم که برای من بیان میکنه نظام اقتصادی اسلامه که اینی چیز حلال است، اینی چیز حرام است، اینی جایز است، اینی ناجایز است، اینی پولی که تو از اینی بانک پیسه میگیری در کشورهای دیگه به اساس سود است، اینی سودخوری و سودگیری و سود دهنده، اینی چیزا حرام است. از این چیزا اجتناب کنیم. سمعنا و اطعنا. بگذاریم به عالم دیگه که مربوط به علم چی میشه؟ مربوط به علم اقتصاد میشه. برای از عالم اقتصاد از این پرسان میگم که خب آل برای از فابریکی که ما میخوایم چقدر کارگر ضرورت است، چقدر مثلا انجینیر ضرورت است، چقدر مثلا متخصص ضرورت است، چقدر اشخاص عادی ضرورت است، چقدر فابریکه ضرورت است، چقدر سرمایه ضرورت است. این مسائلش مربوط میشه به علم اقتصاد. خب سوم بخشش اداره و منیجمنت اقتصادی هست. مثلا همین اداره محکمه فابریکه را میسازم، این چه قسم باید مدیریت شود، اداره از این چه قسم باشه. این هم مربوط به انسان ها میشه که او مثلا کسی که مشاور من در راستهای مثلا اقتصادی هست، او بر من میگه که شما استاد در اینی راستا مثلا به یک رئیس ضرورت دارین، این رئیس به معاون ضرورت داره، مثلا فلانی بخش به مدیر ضرورت داره، به این قدر کارگر ضرورت داره و حاضری از اینا باید از این وقت تا این وقت باشه، تایم کارشون این قدر وقت باشه، معاشاتشون باید اینی قسم باشه. این حال این میشه بخش سومی که مربوط میشه به اداره و منیجمنت اقتصادی. پس این در این قسمت که من مثلا اداره میگیرم، در اینجا طبعا وقتی که من رئیس یک مسلمان هستم نباید اینجا بالای کارگر ظلم بکنم و احکامی که از نگاه اسلامی برای من هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که برای اجیر یا به کارگر ارزش برش بدین پیش از که عرقش خشک شود، یعنی امو قراردادی که به امرایزو میشه، امو ماش که بر از او تعیین میشه عادلانه باشه و بالایش ظلم نشه و امو ماش به وقت برش داده شود و اینی مسائل در نظر گرفته میشه. و همچنان مثلا از نگاه اسلامی برای ما در مصارف، چون در اقتصاد غیر اسلامی مسئله از این نیست که در اونجا در مال تو مثلا مکلفیت نداری که برای فقرا و مساکین و یتیم و فلان و فلان هم تو باید حق بدی، اما از دیدگاه اسلامی من در مالی که اینجا دارم، در سرمایه که در اینجا دارم، باید زکات از زیر پرداخت بکنم و این زکات بالای من فرض است و هر سال باید ادا شود و همچنان صدقات نفلی دیگه که بر فقرا و مساکین شده که الله متعال میگه و فی اموالهم حق معلوم، و در مالهای مؤمنا حق معلوم دار است للسائل و المحروم، برای کسی که سوال میکنه خیرات خور است یا بیچاره گدایی میکنه از مجبوریت، و یا هم للسائل و المحروم، یا کسی محروم است، بیچاره یتیم است، فقیر است، مسکین است، به خانم بیوه هست، انسان مریض است، معلول است، معیوب است، بر از اونها هم میدیم. پس اینجا ببینید که در اقتصاد بخش نظام اقتصادی اسلام که احکام اقتصادی اسلام است، او بر ما احکام رو بیان میکنه که ما باید در فابریکه خود او رو مراعات بکنم. احکام دیگه متعلق میشه به علم اقتصاد است که مثلا ما باید چه قسم فابریکه بسازیم، فابریکه کدام فابریکه ها هست و چند قسم فابریکه هست و یا چه قسم است، بعد از این مثلا استهلاک چه قسم است، عایدات مثلا چقدر، مثلا چه قسم اندازه استهلاک معلوم میشه و این که مثلا برای چقدر باید تولید شوه و چقدر تولید باید بیشتر شوه و چقدر کمتر شوه و سالانه چقدر تولید شوه، مربوط میشه به علم اقتصاد. و سوم بخشش مربوط به اداره میشد که اداره و منیجمنت متخصصین خاص خود دارن که اون متخصص برای ما میگه که در یک فابریکه که با این قدر مثلا سرمایه گذاری میشه، اینقدر کارگر ضرورت داره، اینقدر مدیر ضرورت داره، اینقدر مثلا رئیس ضرورت داره، بخش منیجمنت و اداری از این تعیین میکنه. و بخش چهارمی که در اینجا هست بخش تکنیکی و تکنولوژی اقتصادی هست. بخش تکنیکی و
تکنولوژی اقتصادی، این مربوط میشه به متخصصین تکنیکی و تکنولوژی که اونا مثلا برای ما ماشین ها را میسازن، مثلا ماشین ها را خریداری میکنن و ماشین ها را کنترل میکنن و ماشین ها را مثلا میبینن، نصب میکنن، جابجا میکنن، برق‌پذیره و مسائل تکنولوژی هست. آل ببینین بسیاری کسا هست، بعضی کسی که میگه که برادر خیلی در اسلام شما وقتی که اقتصاد میگین خیمه مثلا برای چند تا موتر به یک وزارت ضرورت داریم، این هم باید. بله برادر عزیز، این موترها که از شما ببینید که ما در اقتصاد 4 بخش داریم. بخشش مربوط به نظام اقتصادی اسلام میشه، بخش دومش مربوط به علم اقتصاد میشه. ما کجا گفتیم که در مسئله علم اقتصاد باید نظام اقتصادی رو داخل بکنیم؟ نه، نظام اقتصادی احکام عمومی رو برام میده، حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب، زشت، اینی چیزا رو برام میگن. اما در علم اقتصاد مسائل دیگه هست که مثلا عواید چه قسم است، مثلا تولیدات چقدر است، استهلاک چقدر است، این مسائلی که باید چقدر تولید شه یا نشه مربوط به علم اقتصاد است. و باز از میایم در مسئله سومیش که اون میشه مربوط به اداره و منیجمنت میشه. ما کجا گفتیم که تعیین مدیرا و تعیین مامورین و تعداد مامورین ما از قرآن و سنت بگیریم؟ ما میگیم که وقتی تو مامور تعیین میکنی، کارگر تعیین میکنی، حقش باید برش بدی پیش از اینکه عرقش خوش شه و در حقش ظلم نشه. این مربوط اقتصاد اسلامی میشه. اما اینکه چند نفر کارگر ضرورت است، اون مربوط میشه به اداره و منیجمنتی که او به انسان‌ها صلاحیت داده شده که مطابق از او استفاده بکنن. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی یک مرتبه در مدینه منوره میره، میبینه که مردم همین درخت‌ها را، خرما را، مثل ما و شما در افغانستان تاکبوری میکنن. یک تاک ببینید که بسیار شاخهای زیاد داره، یک وقت یک نفر میاد شاخهای زیر قطع میکنه، میبینه این که یک درخت میمونه، آدم ایران میمونه که چی میکنه، لکن او اصلا متخصص است و مسلکی است و میفهمه که شاخهای اضافی به درد نمیخوره. ما که نمیفهمیم، میگیم والا چقدر شاخهای خوب زیاد بود، یه تو گرفتی مثل بزوار کلش کردی. اما پسان وقتی که میبینیم که نه، وقتی که امی تاکبوری کرده، امو تاکبوری در انگور و حاصلات از این تاثیر داره. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه منوره تشریف آوردن و اونجا دیدن که صحابه را دیدن که در باغهای خود امو درختای خرمای خود شاخه‌هایش قطع میکنن. رسول الله گفت چرا تو میکنی؟ نکنین این کارو. چون رسول الله هم در مکه مکرمه زندگی کرده بود و در مکه مکرمه اونجا چی نیست، خرما نیست، درخت خرما نیست. خرما و تورا در مدینه منوره هست. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برشان گفت چرا این کارو میکنین، اینا فکر کردن که البته یک حکم است و امور سال قطع نکردن. که قطع نکردن پس آن گفتن که رسول الله ما شما گفتیم که اینی کارو نکنین، ما کردیم و امسال خرما یک کمک چیزش کم شد. رسول الله هم گفت که شما به امور زندگیتان انتم اعلمو به امور دنیاکم، شما در مسائل دنیویتان که چیزای مربوط به تخصصات میشه، شما از مقدار شما عالمتر هستین، چون ما پیغمبر الله هستم، احکام الله را در حلال، حرام، جایز، ناجایز. اما در مسائل تکنیکی و مسلکی، مثلا وقتی که من استاد هستم مربوط به شرایط هستم، به این معنی نیست که من در کامپیوتر ساینس هم مثلا من برم کامپیوتر هم گپ بزنم. این کامپیوتر مربوط میشه به متخصص کامپیوتر. وقتی که مثلا مسائل زراعتی هست میریم مربوط به متخصص زراعت، اونجا ما پانزه زراعت داریم، اونجا استادای پانزه زراعت هستن. من نمیتونم در پانزه زراعت اگر من در پانزه زراعت برم ثقافت اسلامی را و نظام اقتصادی اسلام برای اونا تشریح بکنم، این خوب است که اونا بفهمن که چی حلال است چی حرام است. اما در مسائل دیگه‌اش که مربوط به تخصص خود از اونا میشه. اینی رو باید ما و شما دوستان عزیز متوجه باشیم. در مسئله دیگه مثلا مسئله منیجمنت و اداره است. ما مثلا پانزه منیجمنت و اداره داشتیم که اونجا متخصصین اداره تربیت میکنن. اینال اون متخصصین میفهمن که در کدام راستا چقدر چه ضرورت‌های هست در هر وزارت، در هر شرکت، در هر فابریکه، در هر جایی که هستن. این مربوط میشه به تخصصات خاص از انسان. از این خاطر بعضی کسایی که میگن ما آل در اقتصادم در هر چیزی که دین داخل کنیم، بله در مسائل حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و زشت از اون دین داخل است. شما در هر رشته‌ای که هستین در اونجا دین به همراه شما، در کنار شما باشه. اگر مسلمان هستی دین به همراه تو هست، در هر جای هستی. اگر دکاندار است میفهمه که من در دکان خود چی میفروشم، آیا چیز حلال میفروشم یا چیز حرام میفروشم. وقتی که یک مسلمان خوک بفروشه، گوشت خوک میفروشه، با یک کس غیر مسلمانی که گوشت خوک میفروشه فرق میکنه. این انسانی که گوشت خوک میفروشه
همین پول ازی حرام است بر ازی. اگر فامیل خدا نفقه میکنه، نفقه فامیلش حرام است و ناروا هست. برش میگیم که توی اینمی گوشت خوک ده اینمی جا نفروش. میگه نه ولد این دکان ما باید گوشت خوک باشه، خلاص این دکان ترک بگو، برو در یک جای دیگه که اونجا مسلمان ها باشه و گوشت خوک بگو من نمیفروشم. اما تو مجبور نیستی به خاطر ازی که مثلا پیسه پیدا بکنی گوشت خوک حرام بفروشی یا شراب فروشی بکنی یا وسایل موسیقی و ساز بفروشی یا بچه تا در پانزه رقص و موسیقی داخل بکنی. تمام عمر اینمی نفر در چی میشه؟ اینمی نفر در گناه هست و در عذاب الله هست. از این خاطر این اسلام در هر راستا در کنار انسان است. اگر من یک انجینیر هستم، اگر من یک دکتر هستم، یک وقتی یک دکتر بود و گفت که من استاد، من فهمیدم که اگر دکتر مؤمن و با ایمان نباشه، برای یک دکتر قبل از اینکه دکتر طب باشه برای از او ایمان بسیار مهم است. اگر ایمان نداشته باشه به تفاوت می باشه. وقتی که به تفاوت بود یک انسان میکشه. گفت مثلا من اون روز گفت مثلا در شفاخانه 6 تا بودم و برای من یک مریض آوردن. وقتی که مریض آوردن من فهمیدم که این مریض به اکسیژن بسیار جدی ضرورت داره که اگر نیم ساعت برازی 40 دقیقه برازی اکسیژن تا 40 دقیقه نرسه این هلاک میشه و از بین میره. خب از نگاه رشته و مسلک من میفهمم. اما اونجا دکترای دیگه بودن، اونا برش گفتن که برادر مثلا در شفاخانه ما اکسیژن نداریم، این بخشی که ضرورت داره ما نداریم و شفاخانه دیگه که در فلانی جای هست ابن سینا، برین در شفاخانه ابن سینا و در اونجا امی وسایل مجهز موجود است. خب من پیش خود فکر کردم که امی شخص حالی که از این جزی شفاخانه میره تا سرک عمومی میرسه، یک 10 دقیقه میگیره، اونجا که باز موتر تاکسی میگیره و راهها بند و راه و اونجا که باز پیش دکترا میره تا کونا مثلا برای نوبت میتن، این تقریبا 1 ساعت میشه و 40 دقیقه از بین میره و این انسان در 40 دقیقه بالاخره زندگی خود از دست میده. میگم من منعیس یک دکتر مسلکی متخصص و مسلمان و با ایمان گفتم خب در مرگ از خود ما هم شریک هستم. فورا ما به امبولانس زنگ زدم، بهش گفتم صبر کنین. امبولانس گفتم که عاجل این مریض عاجل برسونید در شفاخانه، به ظرف 15 دقیقه باید برسونید. فورا به امبولانس آمد و این مریض انداختن و بردن در شفاخانه و اونجا برش اکسیژن شروع شد و الحمدلله میگه اون شخص نجات پیدا کرد. پس اینجا مسئله چی هست؟ اگر ایمان نداشته باشه میگه خلاص من خود ندارم، من ندارم، پیش من امکانات نیست، حالا منو میگه چی؟ خب من مکلفیتم از این شفاخانه، این مریض آوردن با اکسیژن ضرورت دارم، من ندارم، خلاص من ندارم، برو برادرم با اکسیژن ندارم ببر شفاخانه ابن سینا. اما مسئله ایمان تو هست که باستر متوجه میسازه که تو که دکتر هستی، اگر ای در راه و مرخ تو در قتل ازی تو قاتل هستی. درست است که تو دکتر هستی، لکن تو یک دکتر قاتل هستی. به خاطر چی قاتل هستی؟ که تو میفهمیدی که ای در 40 دقیقه اگر 40 دقیقه تیر شوه ای میمرن، اکسیژنش قطع میشه دیگه، نمیتونه، مجبور است باید برش اکسیژن اونجا داده شود و تو مکلفیت داری که باید بر از یک راهی را پیدا بکنی که اینجا تو اگر خود از اونها نمیتونن گرفتن تو خود میتونی که مثلا برای بخش امبولانس بگویی که عاجل بر از امبولانس بتین چون مریض عاجل است و روانش بگو خلاص مکلفیت تو ادا شد. به این شکل مثلا عمر رضی الله تعالی عنه، ما و شما میخوانیم در قصه عمر رضی الله تعالی عنه، میگه عمر رضی الله تعالی عنه شبانه به خاطر مکلفیت و مسئولیتی که یک رهبر در جامعه اسلامی داره، میگه عمر رضی الله تعالی عنه به قریه به قریه و کوچه به کوچه میگه در هر جای شبانه میگشت، خو نداشت. چرا؟ میگه الله اسم پرسان میکنه اگر من خواب باشم و یکی از رعاهای رعیت من، کسایی که زیر دست من هستن و تحت حاکمیت من هستن اینجا، اگر یکی از اونا مثلا کدام مشکل می داشته باشه و او مشکلش حل نمیشه، الله مرا در روز قیامت پرسان میکنه. و عمر رضی الله تعالی عنه خواب و استراحت نداشت و میگه یک وقت میره در روایت میگه عمر رضی الله تعالی عنه میره در یک خانه، یک از پیش یک خیمه، او وقتا مردمای بادیه نشین در خیمه ها و اترا زندگی میکردن، در یک خیمه عمر رضی الله تعالی عنه تیر میشه که صدای گریه و ناله هست. خب وقتی که صدای گریه و ناله بسیار زیاد میباشه حیران میمونه که البته مریضی اینجا وجود داره، چی که پس اینجا؟ خب صدا میکنه مصاحب خانه را، یک مرد میبره پرسانش میکنه خیریت است برادر؟ برش میگه برادر خانه تو من تیر میشدم دیدم که در خانه بسیار صدا و گریه و آه و ناله هست، چی که پس مریض داری؟ او برش میگه بله خانم من هست و وقت چیزش است، وقت به دنیا آوردن طفلش است. خب شما اینجا تصور بکنید عمر رضی الله تعالی عنه خب یک خانم مریض است و او هم مرضی داره که مثلا باید چی هسته
وقت پیدا شدن طفلش است. یک مرد چی کده میتونه در این راستا؟ خب عمر رضی الله تعالی عنه میتونه خود خلاص بکنه و بگه که خب او خانم است و او طفلش پیدا میشه، خیلی در ببخشی من رفتم با امان خدا، من چیز کردن نمیتونم. اما عمر رضی الله تعالی عنه قسمی نکرد. چرا؟ ایمان این قسم، ایمان عمر رضی الله تعالی عنه که اسلام میشناسه دیگه قسم است. عمر رضی الله تعالی عنه برای عزیز میگه که برادر عزیز خب درست است و میره و دویده به خانه خود میره. عجله میره به خانه خود که میره. خانمش ام کلثوم نام داشت رضی الله عنها، دختر علی رضی الله تعالی عنه بود. پیش از این برش میگه که ای نواسه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای ام کلثوم، میخوایی که الله برات یک دروازه از دروازه های جنت باز بکنه و به جنت الله بری؟ و برش میگه که بله. میگه که خیلی از خوابت بخیز و بیا که بریم. اونجا یک خانم هست که بیچاره در حالت چی هست؟ در زبان عربی مخاض میگن، یعنی در حالتی هست که او تفلکش به دنیا میه و کس کوی نداره و بیچاره بسیار به سختی هست. خب خانم از بستر خواب میخیزه در نصف شب و به همراه عمر رضی الله تعالی عنه میرن به خیمه امی بادیه نشینی که خانمش مریض است. و امی کسی که این روایت هم میکنه امی بادیه نشین این میگه که میگه من سیل کردم که خانم داخل شد به داخل خانه و به همراه خانم من بر ازو مثلا امکانات رشید میکنه تا تفلکش به دنیا بیاین. و میگه در بیرون سعی کردم که اهمی شخصی که امرای ازی آمده است آتش در داده، چون او وقت تفلک وقتی که پیدا میشه با آب گرم ضرورت داره که ششته میشه و چی میشه. و میگه میبینیم که همین شخص من نمیشناسم، این شخص نمیشناسه که عمر رضی الله تعالی عنه هست و این نواسه رسول الله صلی الله علیه و خانه ازی آمده و خانم عمر رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه کسی است که حتی فتح کجا را کرده، فارس فتح کرده و در روم در کجا رسیده و در 3 قاره بیرق اسلام بالا کرده، یعنی یک رهبر بسیار بزرگ است. و این خانم هم خانم اول مملکت است. شما تصور بکنید. بالاخره این مرد میگه من دیدم که امی شخص میگه سعی میکنم که آتش پف میکنه و از زیر قاط ریش مبارکش میگه اما تو دود برآمده میره و این پف میکنه. میگه من پیش خود فکر کردم که آیا اینا ملائکه هستن از آسمان آمدن در این نیمه شب؟ خانمش در خانه رفت در داخل برای خانم من خدمت میکنه و شوهرش اینجا آمده آتش در میده و آتش پف میکنه و در اینجا در این نصف شب میگه من دمی تصور است ما حیران ماندیم. یک وقت میگه سهل میکنم که صدام که امی خانم ازی میگه صدا میکنه که یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنا، ای خلیفه اسلام، برای همین دوست خبر بده که الله سبحانه و تعالی برشان یک تفلک بچه داده هست. میگه این خوشحال شد. میگه من یک دفعه ایران ماندم، امیر المؤمنین خلیفه اسلام عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه برای ما آتش در میده. میگه تعجب میکنم. و خانم عزیز، خانم اول مملکت، یعنی به اصطلاح امروزی ملکه، میده خانم به خانم من کار میکنه. میگه من این وقت تعجب میکنم و عمر رضی الله عنه برای من میگه که برادر عزیز تعجب نکن. چرا تعجب میکنی؟ جای تعجب نیست. این مسئولیت ما هست. وقتی یک انسان من حیث خلیفه الله در زمین الله حکم الله را تطبیق میکنه، چه قسم باید تطبیق بکنه؟ باید این خلیفه مسلمان ها، این کسی که امیر مؤمنا هست، رهبر مؤمنا هست، این باید در خدمت هر کسی قرار داشته باشه. قسم است به الله اگر یک قاتل در کو لول میخورن، الله در روز قیامت از ما پرسان میکنه که چرا در کو راه ها را بر از این حیوانات جور نکردی تا که اونا اینجا لول نمیخورن. من مکلفیت دارم حتی در مقابل حقوق حیوان، در مقابل حقوق انسان، در مقابل یک طفل. پس اینجا هست که اینی هست مسائلی که مربوط میشه به چی؟ به عقیده و ایمان که در هر جای به امرای انسان میباشه. و امی هست که در اسلام چون دین کامل است تمام این نظام ها هست. شما بعض دوستایی که انتقاد میکنن، خب این احکام هست، شما خفه نشین، نظام نمیگم، این احکام هست. احکام نیست، حکم الله نیست.
در اقتصاد آیات قرآن نیست، در نظام، در مسائل مالی احکام الله نیست. از کلش باید انکار شیم و بگیم کلمه نظام استعمال نکن. متوجه باشین که این احکام هست در اسلام. احکام هست مربوط به عقیده، احکام هست مربوط به عبادت، احکام هست مربوط به اقتصاد، احکام هست مربوط به نظام مالی، مربوط به مال، و احکام هست مربوط به اخلاق، احکام هست مربوط به جهاد و دفاع، و احکام هست مربوط به دعوت، و احکام هست مربوط به تعلیم و تربیه، احکام هست که مربوط به فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی. این کلش در تمام از اینا احکام هست مربوط به قضا. در کل از احکام هست و ما مسلمان ها مکلفیت داریم که این آیاتی که در این راستا هست به کل از ایمان داشته باشیم و این را تطبیق بکنیم. و در این راستا در مسائل اقتصادی اسلام است که انشاءالله باقی مانده درس باز ما و شما در مسائل اقتصادی و مالی بشه باز در درس‌های بعدی بخوانیم که شما هم خسته نشین. و السلام علیکم و رحمت الله.